یه روز یه عینک کاوچویی تمام فرم برامون اومده بود که پایینش جوری شکسته بود که خداییش هیچ جوره قابل تعمیر نبود. منم تصمیم گرفتم کلا ریختش رو عوض کنم. به خاطر همین پاییناشو دقیق بریدم و تبدیلش کردم به یه عینک نیم فرم. حتی زوایای تیزش هم گرفتم که اذیتش نکنه. راستش ما بچه که بودیم شلوار پاره هامون رو جوری بسته میزدن که آبرو حیثیتمون جلوی رفیقامون تو مدرسه میرفت. یا اینکه یه شلوار نو که میخریدن انقدر بزرگ بود که 7 تا تا میزدن که 5 6 سال بتونیم استفاده کنیم. از همونجا تصمیم گرفتم اگه یه وقت خواستم برای بچه‌ها کاری بکنم یه جوری انجام بدم که طرف اعتماد به نفسش جلوی رفیقاش کم نشه، یه جوری که کارش فابریکی در بیاد. آقا ما اصلا روی عینک بچه‌ها یه عرق دیگه ای داریم. همین بچه‌ها رو می‌بینین اگه کارشون یه ذره دقیق و تمیز در نیاد میگن اومد چششو درست کنه زد ابروشم کور کرد. حال ول کنید این حرفا رو. بیاید با هم بشینیم زیبایی این عینک رو ببینیم. خداییش اول قشنگ بود یا الان؟ نظرتون رو کامنت کنید.